بالاخره خریدمش. یه نکته خیلی جالبی که برای من امروز اتفاق افتاد، بعد از معامله ماشین این هدیه رو بهم دادن. بریم که با هم بازش کنیم ببینیم چی هست. بریم ببینیم که مجموعه رادین چه هدیه‌ای برای ما در نظر گرفتن. جعبهشون خیلی خوشگله. اسمشون هم که اینجا نوشته شده و به چه شکلاتای خوشگلی با لوگوی خودشون. واقعا این حرکتشون فوق‌العاده بود، خیلی لذت بخش بود. واو، حتی رو شکلات هم لوگوشون رو زدن. واقعا این حرکتشون بی‌نظیر بود. خیلی حس بهتری از خریدم دارم. طعمش هم فوق‌العاده است. از کجا گرفتن اینو؟ آها، اینجا زده نیکان شکلات. چقدر جالب، نمیدونستم که شکلات تبلیغاتی هم وجود داره. عجب حرکت خلاقانه‌ای. ممنون از نیکان شکلات بابت این شکلات‌های فوق‌العاده‌شون.